به نظر من خودکشیه. اسرائیل 2 مرتبه حمله نخواهد کرد مگر باز پس فردا یقه منو نگیریم بگیم که گفتی حمله نمیکنه حمله، مگر اینکه جمهوری اسلامی حرکت بکند، برود به سمت فردو، برود به سمت نطنز، برود به سمت اصفهان و عراق. چون ببین اگه ما بخوایم 2 مرتبه بریم دنبال فعالیت‌های هسته‌ایمون، یا باید بیایم یه جای جدید رو که سالها طول میکشه، یا اینکه باید اولین کاری که میکنیم باید بفهمیم که آقا تو فردو چی سالم مونده چی نمونده. ترامپ میگفتش که با خاک یکسان شده، گروسی گفتش که نه یه سری جاهاش سالم مونده. هیچکی نمیدونه چون هیچکی نرفته اونجا رو ببینه. هر کی بگه بر اساس حدس و گمان هستش که چی سالم مونده چی نمونده. بنابراین جمهوری اسلامی اگر خواسته باشد که برود به سمت هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ایشو بخواد 2 مرتبه شروع بکنه، اولین کاری که میکنه باید ماشین‌آلات سنگین راهسازی، لودر و گریدر و بولدوزر اینا رو برداره ببره فردو، ببره نطنز. این کارا رو بکنه اسرائیل دوباره حمله میکنه. شما یه فرغون دستت بگیری، بولدوزر چیه؟ بیل مکانیکی چیه؟ شما یه فرغون دستت بگیری بدی به 2 تا افغانی که برن اونجا خاک برداری بکنن، میزنه تیکه و پاره میکنه. اسرائیل مثل عقاب داره از اون بالا نگاه میکنه ببینه شما میره به سمت فردو و ایران دوباره میره به سمت غنیسازی. اگر من معتقدم اگر ایران بره 2 مرتبه به سمت فردو، بره به سمت نطنز، به نظر من خودکشیه.